جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال انسان خیلی قدرت داره. میخوای قدرتشون رو نشونت بدم؟ شما میخوای بیاید اینجا یه حرفی بزن. این بچه تو به اینا بگو که فقط صلوات. لا اله الا بگو. سبحان الله. یه بچه بیشتر نیست به شما گفت بگی لا اله الا الله، همتون گفتی لا اله الا الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اگر لا اله الا الله روز قیامت تو کفه بذارن همه چیزو توی کفه این بطاقه است. کلمه توحیده. کسی که آخرین کلامش در دنیا پیامبر گفته لا اله الا الله به زبانش بیاد، هنگام مردن دخل الجنه. هر کسی آخرین حرفش در دنیا لا اله الا الله باشه دخل الجنه. کسی که یک بار صلوات بفرسته، پیامبر گفته صلی الله علیه و سلم، چه علما گفتن که هر کسی یک بار صلوات بفرسته بر پیامبر صلی الله علیه و سلم 40 تا فایده گیرش میاد. 40 تا فایده. یک فایده اینه که خداوند 10 بار بر اون درود میفرسته. سبحان الله. این بچه به شما گفت که بگید صلوات، شما گفتی اللهم صل علی محمد. اندازه یک بچه 12 ساله توان نداری؟ ما رو وادار کرد که کلمه توحید بگیم و صلوات بفرستیم.